حجاب برای زن هست، برای مردم هست. مراقبت از چشم برای زن هست، برای مردم هست. پرهیز از منحرف شدن و منحرف کردن برای مرد هست، برای زن هم هست. و الله سبحانه و تعالی این دستورات رو در تقارن با هم دیگر در قرآن فرموده. بلکه مسئولیت مردها سنگین‌تر هم هست، چرا که اونها در مقام رهبری در خانواده واقعاً. رهبری که خود مفسد باشد، رهبری که خودش ملحد باشه، رهبری که خودش منحرف باشه، خودش چشمچران باشه، خودش دنبال ناموس مردم هست، بعد انتظار داره که خانواده او در امان باشد از سوء استفاده گران. این امکان نداره. این انتظار نابجایی است.